سلام، وقتتون بخیر. وقت خودت هم بخیر. ببخشید مزاحم شدم، میخواستم بفرما. ببینم شما تو این محل آقا قدرت میشناسید؟ قدرت همین چیش قرمزو؟ ها خود چه میگی؟ ها داده چطور؟ قدرت خودش نیستش. چی شام چقدر میخواین؟ متوجه نمیشم ولی ما اومدیم واسه تحقیقات امر خیر، میخواد بیاد خواستگاری آبجین. جیگرم تو برادر عروسی؟ آره کوچیک شما. ای بلال بشه که با یه تیر سنشون زده. شما هم مثل خواهر برادرای البته من. فرقی نداره. مرسی. میخواستم بدونم یه وقت خانوادگی دست بزن ندارن؟ شما اصلا میدونین چرا مامان قدرت افتاده تو جا؟ نه. اینا سر یه استکان چای بابای قدرت با چوب. سارا یا هیچی نگو، فردا اینا با هم وصلت میکنن، ما میشیم داده زشتو. داده دنبگویی تو تاقچه بوده، باد کولر میزنه میندازه میخوره تو کمر ننه قدرت. بدبخت الان 4-5 سال تو جا هست، 4 تا موراش پخش شده. وای مگه میشه؟ ها شده. داده والا ما هیچی نمیدونیم، خواهشن پشت ما رو با شاخ گو جنگ ننداز. برو دست خدا. اتفاقا خیلی هم پسر گلیه. بریم با امید خدا. ضعیف بلند شو 50 تومن من رواج بده که لیلاتر کپسول میفروشم. میبینین چی جور جیگرم خونه؟ اگه یه پیچیدی از خونه و فروختی حتما شکایتت میکنم. حتما شکایت ما بکن که من مرغو هم میخوام بفروشم. میبینی داده بالا نگه داده کس ندارم. آبجی جون خواهشن گریه نکنید، من خودم یه مقدار پول همراه بهش میدم. ها به خدا میگم بیا جانم. یکی چیمون بده تا هرچی از قدرت میدونه و خانواده‌اش برات بریزم رو دایره، ولی ارواح هم و بود هیچ که نفهمه. شما از این بابت کاملا خیالتون راحت. ای جیگرش بشم. داده حقیقتش چی زن داشت؟ مامان چی میگی؟ فرار که جونش برداشت از دست قدرت رفت. داده رفتن اسیر جون مغازه فارس زر تلای چکی آوردن. اقدی آقای شاهسوان رفت و اومد، آخرش دیگه میخواستن با هلیکوپتر و تکاور بیان تو کوچه که زنجیر پلاک دادن. برو بپرس، همین سوپری سر کوچمون 20 که گزدوزی هاشون فیلم داره. هر وقت بری دادگاه قدرت به یه شوفاژی بریکه. داده نهایتا دختر طلاق میگیره میره، ولی دلم میسوزه که پسر دیگه عمری میشه جفاکش. نمیفهمم من دیگه چرا. هیچی نگو حالا قدرت. سلام، ارادت ویژه.